لا يوجد عالم شيعي 12 إلا ويحكم بكفر المسلمين جميعا باطنا. الكفار كصاحب الحدائق يقول محكومون بالكفر الدنيوي والنجاسة الدنيوية، فهم في حكم الكلاب والخنازير. وبحسب البعد الكلامي اتفقت كلمة علماء الشيعة على كفره. برای چی ما رو بردن جزء محور شراره؟ ما که کمک کرده بودیم به سرنگونی صدام. بعد گفتن آقا ما میخوایم طالبان رو در چی سرنگون کنیم، دوباره کمکشون کردیم. اگر سقوط صدام اشتراک منافع ایران و امریکا نبود، بالاخره که منجر به برخی یا نوعی همکاری ها انجام. In case of Afghanistan, Iran did everything to cooperate with America in order to topple the Taliban. 2001, war on terror, when again the US invited Iran to cooperate. It was impossible without Revolutionary Guard cooperation. بس افغانستان ایران کمک کرد به آمریکایی‌ها، اگر کمک ایرانی ها نبود در افغانستان ما در افغانستان مشکل پیدا می‌کردیم. بعد از ببینید من فکر کنم که اتفاقا بیشترین ارتباطی که ایران در خلال حالا همین چند دهه گذشته داشته ارتباط با آمریکا داشته. شما آیا میتونید کتمان کنید که ایران و امریکا وقتی که به اصطلاح در مورد آزادسازی افغانستان همکاری، مگر همکاری ایران و آمریکا در عراق نبود که اصلا شیعه رو در عراق به عنوان یکی از یا الله بلا یا علی شرک یوم الدین ظهورش در امیرالمؤمنینه، روز قیامت کار دست امیرالمؤمنینه. آقا یبن رسول الله به امام صادق عرض کرد این حدیث از شماست که نقل میکنن لا یعبر الصراط الا من کان بیده سک او برات من ید علی بن ابی طالب. آقا جان روز قیامت هیچ کی از پل صراط رد نمیشه مگر در دستش کاغذی باشه، یک چکی باشه که درش امضای امیرالمؤمنین نوشته شده که آزا ولیون. این درسته؟ فرمودم بله. یزمات از کرد حتی الانبیا، پیغمبرها هم آدم، موسی، عیسی، هود، صالح، شیخ، همه این پیغمبرها اینا لازم دارن این. حضرت نگاهی کردن فرمودن حتی خاتم الانبیا. لنرى الآن ويجيبوا لهم واحد شيخ يا الله 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 قلت جيد صح يا الله هذا يقول هذا توحيد، يا علي هذا شرك. لا يا الله بلا يا علي شرك.